بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان محترم، حضار محترم و عزیزانی که توی جلسه تشریف دارند. بنا هستش ما امروز تو این دقایقی که خدمتتون هستیم درباره سامانه مشابهیاب متون، سامانه صمیم نور، توضیحاتی داشته باشیم و نکاتی رو خدمتتون عرضه بکنیم. من عرض میکنم خدمتتون که عرایزم 2 بخش کلی خواهد داشت. بخش اول عرایزم روی اسلاید نکاتی رو به طور کلی در مورد سامانه صمیم نور و در مورد شیوه های مورد استفاده این سامانه عرض خواهم کرد و در قسمت دوم عرایزم اگر موافق باشید میریم روی سایت و به شکل زنده با بعضی از ویژگی های سایت صمیم نور آشنا میشیم و در پایان هم اگر نکته‌ای داشتید میتونم از محضرتون استفاده بکنم یا اگر پرسشی بود در حقیقت طرح بفرمایید، در حد توانم انشاءالله پاسخگو خواهم بود. خب، سامانه مشابهیاب متون نور به صمیم نور در حقیقت وجه تسمیه‌اش برگرفته از حروف اولیه 4 کلمه سامانه مشابهیاب متون و نور هستش که در حقیقت کار مشابهیابی متون رو انجام میده. صمیم نور اولین سامانه مشابهیاب متون در زبان فارسی هستش که از مرداد 1393 با شعار کلیدی نه به سرقت علمی فعالیت خودش رو شروع کرد. وقتی در مورد قلمرو علمی صمیم نور صحبت می‌کنیم، نوعاً صمیم نور در حوزه علوم انسانی و علوم اسلامی فعالیت داره و به طور کلی علوم و دانش‌هایی که زبان محور هستند. به این معنا که متونی که شما به سامانه میدید اگر بخش‌هایی مانند فرمول، مانند جدول و مسائلی از این قبیل، مواردی از این قبیل داشته باشه، اونها توی مشابهیابی مشارکت داده نمیشند. متنتون اگر در لابلای اون بخش‌هایی از تصویر رو داشته باشه، اونها مشابهیابی نمیشند، ولی بقیه اجزای متنتون که شامل کلمات و عبارات هستش، یعنی خارج از فرمول‌ها، خارج از جداول، اونها مشابهیابی میشن و نتیجه مشابهیابی به شما عرضه میشه. وقتی که در مورد سامانه‌های مشابهیاب صحبت می‌کنیم، دوستان توجه داشته باشید توی دنیا هم تجربه‌ای که در مورد سامانه‌های مشابهیاب وجود داره این هستش که مخاطب این سامانه‌ها در درجه اول اساتید و ارزیابان هستند. وقتی میگم در درجه اول اساتید و ارزیابان هستند، کسانی منظورم هستش که به نوعی مقاله‌ای، اثری، کتاب تألیفی، چیزی به اونها تحویل داده شده و حالا اونها قرار هستش که اون رو ارزیابی بکنند. یکی از مراحل ارزیابیشون این هستش که اون متن رو مشابهیابی بکنند و در حقیقت با مشابهیابی متن بفهمند که کاربر چه مقدار از دیگر منابع استفاده کرده و لذا اساتید در مقام ارزیابی، تحریریه نشریات، دبیرخانه‌های همایش‌ها، خود نویسندگان مقالات در درجه بعد ممکن هستش که بخوان ارزیابی بکنند. پس در درجه اول تولید کننده متن کاربر این سامانه نیست. در درجه اول کسی که هستش یه متنی رو ارزیابی بکنه. تولید کننده متن در درجه دوم به عنوان مؤلف یا به عنوان دانشجو از جهات مختلفی ممکن هستش که دست به ارزیابی متنش بزنه. از این جهت که ممکن هستش که ببینه آیا اون بخشی که در حقیقت توی مقالش آورده، اون بخشی که کتابی از یه پایان نامه ای اقتباس کرده، احیانا
توی یه متن عریض و طویلی، مثلا فرض بفرمایید یه متن پایان نامه 100-150 صفحه‌ای که تهیه کرده، اگر احیانا جایی یادش رفته استناد بده، از طریق این سامانه متوجه بشه که خب این بخش از متنش رو اقتباس کرده از جای دیگری و لذا نیازمند این هستش که استناد بده و یادش رفته استناد بده. وگرنه در درجه این نخست اساتید، ارزیابان، تحریریه‌های نشریات و همینطور دبیرخانه‌های نشریات، همایش‌ها و مواردی از این قبیل کاربر پایگاه صمیم نور هستند. و لذا کاربر محترمی که الان سوال کردن راجع به اینکه مقالات کنفرانسی هم مشابه یابی میشن یا خیر، بله، در این قیدی که عرض کردم، یعنی مقالات شما اون بخش‌های فرمولش، اون بخش‌های تصاویرش، اون بخش‌های جداولش مشابه یابی نمیشن، ولی سایر بخش‌های اون مشابه یابی میشن. کمی در باب ضرورت سامانه‌های مشابه یاب عرض بکنم. گستره سامانه‌های مشابه یاب رو توی دقایق آینده، توی 1-2 تا اسلاید آینده خدمتتون خواهم گفت. اما تجربه شخصی بنده در حوزه علوم انسانی و در حوزه داوری که برای بعضی از نشریات انجام میدم این هستش که از هر 3 تا مقاله که به دستم میرسه معمولاً توی یک کدوم از اینها سطحی از سرقت یا سوء رفتار لفظی رخ میده و به طور متوسط در نیم مورد اینها، یعنی مثلا در 1/6 مقالاتی که معمولاً به دستم میرسه، حتی موفق میشم که سطحی از سرقت معنایی رو تشخیص بدم. یه پژوهش دیگری که نتایجش توی سایت ترنیت این و همینطور سایت آیتنتیکیت، سامانه‌های مشابه یا به انگلیسی زبانی که دارن فعالیت میکنند منتشر شده و گستره اون پژوهش توی جامعه دانشگاهی ایالات متحده انجام شده بود، نشون میده که از هر 3 تا سردبیر مجلات علمی دانشگاهی توی جامعه مورد پژوهش اینها 1 نفر از اونها دائما با سطحی از سرقت علمی مواجه هستش. اینجا تاکیدمون بر کلید واژه دائم هستش، یعنی توی طیف پاسخهایی که اونها داده بودند اعلام میکردند که دائم با سطحی از سرقت علمی مواجه هستند از هر 3 تا سردبیر 1 کدوم از این سردبیرها، و از هر 10 تا سردبیر نشریه توی همین پژوهشی که خدمتتون عرض کردم 9 نفر معتقد بودند که اگر سامانه‌های مشابه یاب نبودند اونها واقعاً بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها و فرآیندهای ارزیابیشون لنگ می‌موند اصطلاحاً و نمیتونستن ارزیابی دقیقی درباره مقالاتی که به دستشون میرسه داشته باشن. لذا امروزه وقتی در مورد سامانه‌های مشابه یاب داریم صحبت میکنیم، به خصوص توی دنیای انگلیسی زبان وقتی که داریم صحبت میکنیم، سامانه‌های مشابه یاب سامانه‌هایی هستند که تبدیل شدن به یک ابزار اساسی، تبدیل شدن به نوعی اصطلاحاً ابزار دست، نوعی عصای دست سردان نشریات و ارزیاب‌ها. وقتی در مورد این سامانه‌ها صحبت می‌کنیم، یه چیزی حدود بین 30 تا 40 تا سامانه فعال هستش. البته این آماری که من دارم آمار 1 سال اخیر نیست، یعنی من توی 1 سال اخیر مراجعه نکردم این آمار رو به روز رسانی بکنم، ولی تقریبا نرخ سامانه‌های مشابه یاب موجود توی دنیا به زبان‌های مختلف، از زبان انگلیسی بگیرید تا زبان فارسی تا دیگر زبان‌ها، سامانه‌هایی که دارن فعالیت اصطلاحاً تجاری سازی شده انجام میدن. منظورم این هستش که با سطحی از مشتری در حقیقت سر و کار دارند یا سامانه‌های جدی‌تری محسوب میشن. حدوداً 30-40 تا سامانه مشابه یاب هستش که خوشبختانه ما توی زبان فارسی هم 2 تا از این سامانه‌ها داریم و اولینش صمیم نور بود که داره فعالیت خودش رو انجام میده و به مخاطبانش سرویس ارائه میکنه. ببینید دوستان، وقتی که ما داریم در مورد مشابهت میان 2 تا متن صحبت میکنیم، این مشابهت توی سطوح مختلفی قابل طرحه. گاهی وقتها ممکن هستش که من بخشی از پایان نامه شما رو، بخشی از کتاب شما رو یا بخشی از مقاله شما رو بردارم و عین الفاظ و عبارات شما رو بدون تغییر توی پایان نامه خودم، توی مقاله خودم، توی کتاب خودم وارد بکنم.
در چنین حالتی که من عین الفاظ و عبارات شما رو در حقیقت برداشتم و استفاده کردم، گفته می شود که یک سرقت لفظی اتفاق افتاده. گاهی وقتها ممکن هستش که من دست به یک سرقت معنایی بزنم، اما معنایی در زبانی. منظورم چی هستش؟ منظورم این هستش که مقاله شما فارسیه، مقاله‌ای هم که بنده دارم از اون رو می نویسم، مقاله من هم فارسیه، ولذا من جملات فارسی شما رو برمیدارم توی جملات مقاله فارسی خودم وارد می کنم. در چنین حالتی هم باز دوباره دست به اقتباس زدم. اما گاهی وقتا ممکن هستش که مقاله، کتاب یا پایان نامه شما که من دارم از جملاتش مثلا توی پایان نامه خودم استفاده می کنم، به زبان انگلیسی، به زبان عربی، به زبان روسی، به زبان دیگری نوشته شده باشه. در این صورت من زمانی که دارم از عبارات شما برمیدارم و توی پایان نامه فارسی خودم میخوام منتقل بکنم، در این صورت گفته می شود که من اینجا اقتباس معنایی کردم، دست به اقتباس معنایی بین زبانی زدم. چرا؟ به خاطر اینکه من ناچار هستم که وقتی میخوام متنی رو از قسمت از عبارتهای شما بردارم و توی پایان نامه خودم بیارم، ناچار هستم اون رو دست به ترجمه بزنم و وقتی دست به ترجمه میزنم به خودی خود عین عبارات شما، عین عبارات زبانی شما دیگه مورد استفاده من نیست، بلکه عباراتی که من دارم استفاده می کنم دیگه در حقیقت تبدیل می شود به عباراتی که من خودم اصطلاحاً اونها رو بازنویسی کردم، اصطلاحاً اونها رو به قول انگلیسی زبانها پارافریز کردم. در این صورت گفته می شود که من دست به یک اقتباس معنایی زدم از اثر شما. خب حالا صمیم نور در ابتدای کارش، زمانی که فعالیتش رو شروع کرد، خب با مشابه یابی لفظی شروع کرد. به مرور زمان با فعالیتی که دوستان من و همکاران در حقیقت پایگاه صمیم نور دارند انجام میدن توی این سامانه، در بخش فنی این سامانه، یکی از ایدئال های ما این هستش که ما بتونیم به طور کامل مشابهت یابی معنایی رو هم انجام بدیم و البته اگر بتونیم در حقیقت این مشابه یابی رو در حقیقت به نحو معنایی بین زبانی انجام بدیم، خب ایدئال بالاتری داشت و امیدوارم که بتونیم به زودی به این ویژگی هم دست پیدا بکنیم و این ویژگی رو توی سامانه صمیم نور داشته باشیم. اما وقتی که در مورد ویژگی های صمیم نور صحبت می‌کنیم، همونطوری که روی سامانه و روی سایت هم به نحو زنده‌ای براتون توضیح خواهم داد، عرض می‌کنم که یکی از چیزهایی که ما براتون گزارش می‌کنیم توی سامانه صمیم نور درصد مشابهت متن ارسالی هستش با کل اسناد بازیابی شده و در عین حال شما میتونید به نحو تفکیکی این متن ارسالی یا این متن مشکوک یا متنی که برای ارزیابی ارسال کردید به سامانه رو میتونید به نحو تفکیکی هم درصد مشابهتش رو در مقایسه با هر از اسناد بازیابی شده باز مشاهده بفرمایید. باز دوباره با ویژگی که براتون روی سایت توضیح خواهم داد، شما خواهید تونست نمایش محل دقیق مشابهت رو، مقایسه دوتا متن رو به نحو در حقیقت دقیق داشته باشید. دوستی اینجا نوشتند که F5 رو بزنید. من عرض میکنم خدمتتون که من این فایل ارائه رو به شکل آپلود شده دارم نمایش میدم. شما توی صفحه نمایش خودتون اون گوشه پایین یه علامت 4 تا فلش دارید. اگر روی اون علامت 4 تا فلش بزنید برای شما به شکل تمام صفحه نمایش داده میشه. خب عرض میکنم که ویژگی های صمیم نور از طرفی محدود به اینها نیست. شما میتونید دقت مشابه یابی رو در حقیقت تغییر بدید. از چه جهت؟ از این جهت که گاهی اوقات شما نقل قولی از دیگران رو آوردید و طبیعتاً وقتی که دارید از دیگران نقل قول میکنید میتونید اون رو توی گیومه بگذارید وقتی که نقل عین مطالب رو دارید. یا گاهی وقتها شما دارید یه شعری از کسی رو، شعر حافظ رو، شعر سعدی رو، یا هنگامی که دارید یه آیه‌ای از قرآن رو، یا هنگامی که یکی از احادیث و روایات رو دارید توی متنتون میارید، طبیعی هستش که کسی ابراز نمیکنه که این شعر سعدی مال من هستش یا این آیه قرآن یا
این حدیث. و لذا شما میتونید با ویژگی که توضیح خواهم داد روی سامانه دقت مشابه یابیتون رو تغییر بدید و در حقیقت از سامانه بخواید که نقل قولها رو توی مشابه یابی مشارکت نده، یا از سامانه بخواید که اشعار رو توی مشابه یابی مشارکت نده و اون رو توی این درصد مشابهتی که این بالا داره گزارش میکنه لحاظ نکنه. همینطور در مورد آیات و همینطور در مورد احادیث. به هر حال اینها بعضی از ویژگی‌های اساسی هستش که وجود داره و من سعی میکنم که این عرایض ابتداییم رو قدری کوتاه بکنم که هرچه زودتر بتونیم بریم روی سایت در حقیقت این ویژگی‌ها رو خدمتتون نمایش بدیم. خب ببینید، وقتی در مورد سامانه‌های مشابه یاب داریم صحبت میکنیم از دو جزء مجزا داریم صحبت میکنیم و لذا وقتی داریم از اجزای مجزایی صحبت میکنیم خدمتتون خواهم گفت که چه اهمیتی داره این نکته. یه موتور مشابه یاب اصطلاحاً یه انجین فنی، یه موتور فنی داره فعالیت میکنه بر روی یه تعداد از مقالات، کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها و صفحات وبی که به عنوان بانک داده یا بانک پشتیبان این سامانه دارن عمل میکنن. این به اصطلاح منطقیون این عطفی که اینجا وجود داره هیچ وقت فصل نمیشه. یعنی با داشتن یه موتور مشابه یاب به تنهایی ما سامانه مشابه یاب نداریم و با داشتن یه بانک داده به تنهایی، یه بانکی از مقالات، کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها، هر چقدر هم این بانک یک بانک حجیمی باشه ما باز سامانه مشابه یاب نداریم. سامانه مشابه یاب از عطف این دوتا جزء به هم دیگه تشکیل میشه و در حقیقت تا زمانی که این دوتا جزء دست به دست هم ندند این امکان وجود نداره و لذا ممکن هستش که هنگامی که توی اسلایدهای قبلی من خدمتتون عرض کردم که خب تعداد این سامانه های مشابه یاب تعداد محدودی هستش در توی سراسر دنیا، ممکن هستش که این سوال براتون پیش بیاد که خب مگر تکنولوژی اینها تکنولوژی پیچیده یا مگر پیاده سازی یه سامانه مشابه یا پیاده سازی دشواریه. ببینید گرچه این تکنولوژی دشوار و پیچیده ای هستش ولی در عین حال چنین نیست که هر کسی که از تکنولوژی این ماجرا برخوردار بود بتونه یه سامانه مشابه یاب داشته باشه. و در عین حال گرچه در دنیا بانک‌های داده مختلفی وجود داره، بانک‌های داده مختلفی مثل اشپرینگر یا بعضی دیگر از بانک‌های داده مثل JSTOR که شما میشناسید، ولی اینها به عنوان پایگاه‌های علمی مطرح دنیا و همینطور پایگاه‌های علمی فارسی زبانی که ما در زبان فارسی داریم که نورمکس از جمله اونهاست، نورلایت از جمله اونهاست، صرفاً چنین نیست که اگر کسی بتونه این پایگاه‌های علمی رو داشته باشه بتونه هم یه سامانه مشابه یاب داشته باشه. این دوتا تکنولوژی باید دست به دست هم بدن تا ما بتونیم یه سامانه مشابه یاب رو داشته باشیم. خب وقتی که از این محورهای پشتیبان صحبت میکنم پس ما متون دریافتی کاربر رو، سامانه صمیم نور متون دریافتی کاربر رو با یه انبوهی از کتاب‌ها، مقالات، پایان‌نامه و صفحه وب میسنجه و لذا مشابهت رو بر اساس اون داده‌های پشتیبان خودش گزارش میکنه. توی سایت که رفتیم خدمتتون خواهم گفت که شما هم چطور خواهید تونست، چطور میتونید توی غنیسازی این پایگاه‌های پشتیبان مشارکت داشته باشید. اونجاها نکاتی رو خدمتتون عرض خواهم کرد. خب ولذا حالا از این هم سریع بگذریم. بانک‌های پشتیبان صمیم نور، بانک نورمکس هستش، بانک نورلایت هستش، یه تعداد کتاب‌هایی که به خاطر مشکلات مالکیت معنوی ما توی نورلایت اونها رو نمایش نمیدیم ولی توی سامانه صمیم نور در حقیقت مشارکت داده خواهد شد و لذا پرسشی که خیلی وقتها من از سوی خیلی از کاربران محترم دریافت میکنم این هستش که آیا صمیم نور فقط دیتای پشتیبانش نورمکس و نورلایت به پاسخ منفیه؟
تعداد زیادی از کتب هسته‌ای و پر استناد علوم انسانی هستند که توی نورلایب وجود ندارند، به خاطر اینکه خب نورلایب مقید مالکیت معنوی است و به خاطر مسائل مالکیت معنوی ما مجاز به نمایش اونها در نورلایب یا مقالاتی که ما مجاز به نمایش اونها در نورمگز نیستیم، ولی توی بانک پشتیبان صمیم نور وجود دارند و استفاده میشه از اونها. و همینطور پایان نامه های مختلفی که وجود داره به خصوص در حوزه علوم انسانی و همینطور قریب به 1,000,000 صفحه وب که در حال حاضر به عنوان پشتیبان سامانه صمیم نور داره عمل میکنه. خب این یک نکته دیگری که اینجا میخوام برش تاکید بکنم این هستش که باز بر حسب پرسش و نکته‌ای که از جانب خیلی از دوستان کاربران محترم دریافت میکنم، عرض میکنم که گاهی وقتها ما فکر میکنیم که خب این سامانه ها خط بطلانی است بر هر سرقتی که ممکنه وجود داشته باشه. نکته‌ای که با هم خوبه در موردش به یک اشتراک ذهنی برسیم دوستان این هستش که ما وقتی در مورد سامانه های مشابه یاب صحبت میکنیم، این قبیل سامانه ها یه سرویس نیمه خودکار در شناسایی سرقت علمی در اختیار ما میگذارن. یه سرویسی که حتما باید یک کاربر انسانی بعداً در کنار اون باشه، اون رو ارزیابی بکنه. و لذا چنین نیست که سامانه های مشابه یا مطلقاً ما رو بی‌نیاز بکنند از تشخیص سرقت علمی. این یک نکته. لذا این قبیل فعالیت ها صرفاً راه حل فنی نداره. بخش عمده‌ای از ماجرا میره به سمت راهکارهای حقوقی و بخش عمده‌ای از ماجرا میره به سمت راهکارهای اخلاقی برای پیشگیری از سرقت علمی. لذا این نکته‌ای هستش که من به نظرم رسید توی این اسلاید برش تاکید بکنم که ما وقتی که از این قبیل سامانه‌ها توقعاتی رو داریم، خوبه که توقعاتمون رو تعدیل بکنیم به نوعی که طبیعتاً این قبیل سامانه‌ها فعالیت الزام آوری در حوزه حقوقی انجام نمیدن یا این قبیل سامانه ها چرا میتونن به جمع آوری یه سری شواهد کمک بکنن. یعنی مثلا فرض بفرمایید دعاوی حوزه مالکیت معنوی میتونن از صمیم نور کمک بگیرن برای اینکه مشابه یابی بکنن متنشون رو. میتونن از صمیم نور کمک بگیرن برای اینکه ببینن که این فیلمنامه‌ای که بر سرش دعوا شده، یعنی بعضی از پرسش ها رو هم من میدیدم که الان دوستان توی گفتگوی عمومی طرح می‌کردن، ببینید شما هر متنی رو میتونید به سامانه بدید. اون متن میتونه متن یه فیلمنامه باشه، اون متن میتونه متن یه لایحه حقوقی باشه، میتونه پایان نامه باشه، میتونه یه کتاب باشه، میتونه یک مقاله‌ای باشه که شما اون رو نوشتید. در حقیقت طیف کاربران گسترده‌ای میتونن از سامانه‌های مشابه یاب از جمله صمیم نور در زبان فارسی استفاده بکنن و لذا ارزم این هستش که ما وقتی که از محرمانه ماندن یه سری از نتایج پژوهش‌ها داریم صحبت میکنیم، این صرفاً راه حل‌های فنی نداره، بلکه علاوه بر راه حل‌های فنی که سامانه‌های مانند صمیم نور ممکن هستش اون رو پشتیبانی بکنند، راه حل‌های حقوقی داره، راه حل‌های حتی اخلاقی داره، راه حل‌های فرهنگی داره و لذا صمیم نور یک ضلع مقابله با سوء رفتارهای پژوهشی هستش که باید در کنارش دو سه تا ضلع دیگه، ضلع حقوقی، ضلع اخلاقی و فرهنگی هم قرار بگیره تا بتونه وظایف خودش رو به خوبی انجام بده. خب من اون وقتی که در نظر گرفته بودم برای اینکه روی اسلاید نکاتی رو عرض بکنم، اگرچه یکی دو تا از اسلاید ها هم باقی مونده، اون تیکه از وقتم در حقیقت به اتمام رسیده. اگر موافق باشید بریم روی سایت که بعد از اون هم فرصت داشته باشیم که در گفتگوی با شما نکاتی رو طرح بکنیم و در حقیقت بتونیم در مورد اون هم، در مورد نکاتی که شما ممکن هستش باش برخورد بکنید هم گفتگو داشته باشید. خب من تا چند لحظه دیگه صفحه نمایشم رو به اشتراک میگذارم. امیدوارم که شما هم اون رو ملاحظه بفرمایید. خب لطفاً کاربران محترم توی این قسمت گفتگوی عمومی اگر دسکتاپ من رو یا اگر
اون صفحه مرورگر من رو مشاهده میکنن یک بازخورد بدن. بله خب خدا رو شکر. بسیار خوب. ببینید این نمای کلی سایت صمیم نور هستش که انشاءالله به زودی هم نمای جدیدی از پایگاه عرضه خواهد شد با قابلیت‌های جدیدتری که در اختیار کاربران قرار میگیره و همینطور لطفاً به من بازخورد بدید که آیا حرکت موس من روی صفحه هم دیده میشه یا خیر کاربران محترم. خب بسیار خوب، متشکرم. ببینید شما زمانی که وارد سایت صمیم نور میشید کارتون رو از کجا میتونید شروع بکنید؟ اون رو از 2 تا قسمت میتونید شروع بکنید. من اینجاها میتونم 2 تا قسمت رو خدمتتون عرضه بکنم. من یک بار میتونم خارج بشم یا حالا یکی از این قسمت که دکمه ورود یا عضویت هستش، البته من الان وارد شدم، و دوم از این قسمت شما میتونید اصلا اون دکمه ورود رو نزنید. میتونید موقعی که وارد سایت صمیم نور میشید مستقیم برید به سراغ این دکمه مشابه یابی، با هدف اینکه خیلی وقتها شما کاربری هستید که آشنا هستید و لذا دکمه مشابه یابی رو اگر بفشارید زود خیلی سریع وارد صفحه لاگین میشید به جای اینکه بیاید توی صفحه اصلی سایت و دکمه عضویت رو بزنید. نکته دیگری که میخوام عرض بکنم خدمتتون اینه که شما با هر کدام از نامهای کاربری که در هر کدام از پایگاه‌های نور دارید، اهم از نورمگز، اهم از نور لایو، اهم از پژوهیار، اهم از نورنگ، اهم از سایت پاکنویس، اهم از هر کدوم از اهم از سایت حوزه نت، اهم از سندیشوران، توی هر کدوم از سایت‌های مرکز که شما عضو شده باشید با همون نام کاربری و کلمه عبور میتونید وارد پایگاه صمیم نور بشید و البته در ابتدای کار میتونید اون 30 صفحه مشابه یابی در حقیقت رایگان رو هم دریافت بفرمایید. خب حالا فرض کنیم من وارد سایت صمیم نور شدم. قبل از اینکه برم به سراغ ویژگی‌های اصلی مشابه یابی سایت صمیم نور چند تا توضیح عرض بکنم. اگر خاطر شریفتون باشه من دقایقی پیش عرض کردم خدمتتون که شما میتونید توی توسعه داده‌های صمیم نور مشارکت داشته باشید. یه بخشی توی سایت وجود داره به نام نگهداری داده که اینجا ملاحظه می‌فرمایید. گاهی وقتها دوستان محترم شما پایان‌نامه دفاع شده‌ای دارید، بر این کلمه دفاع شده البته تاکید می‌کنم. گاهی وقتا شما کتاب منتشر شده‌ای دارید، بر این که کلمه منتشر شده صدای من به وضوح دریافت میشه؟ من یه پیغام ظاهراً اختلالی وجود داره. You are currently the only person in this conference. You are currently the only person in this conference. خب صدای من رو دارید؟ You are currently the only person in this conference. صدای من رو دارید دوستان؟ برقرار شد ارتباط ما؟ بعضی از دوستان میگن قطع شده، بعضی از دوستان میگن هست. لطفاً اگر کسی از دوستان صدای من رو میشنون یه علامت به علاوه، چون مثل که پاسخ‌ها متفاوته. سپاسگزارم، متشکرم از شما. خب ببینید عرضم این بود، داشتم خدمتتون عرض میکردم که شما توی سایت صمیم نور که وارد میشید گاهی وقتها یه پایان نامه منتشر شده ای دارید، یک کتاب منتشر شده ای دارید، یه مقاله ای دارید که به خاطر اینکه نشریه مورد نظر شما احتمالاً داده هاش رو در اختیار نورمگز نگذاشته، یا ناشری که کتاب شما رو چاپ کرده احتمالاً داده هاش رو در اختیار نور لایو نگذاشته، یا پایان نامه دانشگاهی شما، مثلا فرض بفرمایید دانشگاه شما احتمالاً مثلا پایان نامه شما رو در اختیار صمیم نور نگذاشته، شما ممکن هستش که متوجه بشید به هر دلیل کتاب، مقاله یا پایان نامه شما جزء داده های پشتیبان صمیم نور نیست. چرا شما باید نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشید؟ حساسیتی که شما باید داشته باشید از این جهت هستش که اگر مقاله نوشته شده شما و منتشر شده شما
اگر کتاب منتشر شده شما، اگر پایان نامه‌ای که شما نوشتید و ازش دفاع کردید و الان توی قفسه کتابخونه‌های دانشگاهتون وجود داره و روزانه کاربران زیادی ممکن هستش بیان از اون اخذ و اقتباس‌هایی انجام بدن، توی سامانه‌های مشابه یا وجود نداشته باشد، در این صورت معنای این ماجرا این هستش که شما از دادتون محافظت نمیشه. در این قبیل موارد شما شخصا میتونید بیایید اقدام بکنید و از طریق این بخش نگهداری داده، همونطوری که اون پایین هم پایین موس ملاحظه میفرمایید توضیح داده شده، از طریق بخش نگهداری داده پایان نامتون رو به صمیم نور بسپارید، یا کتاب منتشر شدهتون رو به صمیم نور بسپارید، یا مقاله منتشر شدهتون رو که متوجه شدید تو نورمگز نیست به هر دلیل، اون رو به صمیم نور بسپارید و ما بعد از این پایان نامه شما رو یا کتاب شما رو یا مقاله شما رو در مشابهیابی‌های افراد شرکت خواهیم داد. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر اقتباس غیر مجازی از پایان نامه شما صورت گرفته باشه، اگر کتاب یا مقاله شما اقتباس غیر مجازی ازش شکل گرفته باشه، ما داوران اون کار رو مطلع خواهیم کرد. صمیم نور داوران اون کار رو مطلع خواهد کرد. یعنی توی پاسخی که میگه که این بخش از داده با کتاب کاربر ما مشابهت داره و لذا اونها طبیعتاً جلوی این اقتباس رو خواهند گرفت، اون داوران و اون ارزیابانی که توی اون نشریه یا توی اون همایش یا در حقیقت توی اون انتشارات هستند. خب پس این هم یک نکته. نکته بعدی، خیلی وقتها ما قبل از اینکه برم وارد ویژگی های سایت صمیم نور بشم عرض میکنم خدمتتون که خیلی وقتها ما دقیقا نمیدونیم حدود و ثغور سرقت علمی چیست، یا دقیقا نمیدونیم که برای پیشگیری از سرقت علمی چه باید کرد. یه بخشی توی پایگاه صمیم نور وجود داره که از این قسمت شما میتونید واردش بشید، از این گوی پایین صفحه، این گویی که سمت راست قرار گرفته، از این قسمت شما میتونید واردش بشید با نام دانشنامه صمیم نور. توضیحات مختلف و متعددی رو طی مقالات خیلی خیلی کوتاه سعی کردیم که این مقالات در حدود 700 کلمه نوشته بشه. این مقالات تولیدی هستش برای صمیم نور و از جای اخذ و اقتباس معمولا نشده، جز مواردی که 2-3 موردی که با اجازه نویسندگانش اونها رو ما اینجا گذاشتیم. ولذا مقالات 700 کلمه‌ای بسیار کوتاهی که شما میتونید درباره ویژگی‌های مختلف، درباره سوء رفتارهای پژوهشی، درباره قواعد اخلاقی در حوزه پژوهش، درباره شناسایی انواع سرقت علمی و مواردی از این قبیل ها استفاده بکنید. بعضی از عناوینش رو خدمتتون عرض کنم. ببینید راجع به چند نویسندگی در پژوهش، راجع به قواعد اخلاقی در تدوین و طراحی پرسشنامه پژوهشی، راجع به نحوه نقل، راجع به ویرایش زبانی و ساختاری آثار دیگران، راجع به انتشار دوباره مقالات توی همایش ها یا توی مجله. خیلی مورد مبتلا بهی هستش. خیلی مقالاتی می نویسن برای همایش ها که براشون پرسش هستش که آیا ما میتونیم این رو توی مجلات هم دوباره منتشر بکنن نه، یا راجع به نحوه درج وابستگی سازمانی خصوص پژوهشگرانی که تو چند تا سازمان دارن فعالیت میکنن، یا اینکه دانشجویان، طلاب و دیگران چه بکنند که دچار سرقت علمی نشند. این قبیل مقالات به شما کمک میکنند که بتونید اطلاعاتی رو در قالب یه سری از مقالات اصطلاحاً ساندویچی، در قالب یه سری از مقالات خیلی خیلی کوچک و کوتاه بتونید اطلاعاتی رو در این حوزه دریافت بکنید. من خیلی وقتتون رو توی معرفی این ماژول نمیگیرم، ولی حتما توصیه میکنم که به این بخش مراجعه بفرمایید. همین پارافریزی که من امروز توی توضیحاتم اشاره کوتاهی بهش داشتم از جمله ویژگی هایی هستش که باز شما میتونید توضیحاتی رو توی بخش مقالات و در حقیقت توی دانشنامه صمیم نور در مورد اون بیابید و در موردش اطلاعات بیشتری رو کسب بکنید. خب اگر موافق باشید ما بریم به سراغ صفحه اصلی سایت و البته همکاران بنده زحمت میکشند و پرسش های شما رو یادداشت خواهند کرد و انشالله به شکل جمع‌بندی شده انتهای این عرضه‌ای که من خدمتتون دارم در موردش توضیح خواهیم داد.
خب برای اینکه من میخوام یه متنی رو مشابه یابی بکنم و دست به ارزیابی اون بزنم، از این دکمه کارم رو شروع میکنم. با زدن دکمه مشابه یابی من وارد یک متنی میشم که حالا اگر موافق باشید یک متنی رو جستجو بکنیم، مثلا از یکی از این پایگاه ها برداریم برای بهیاری. من اینجا ببینید موقعی که وارد صفحه با زدن دکمه مشابه یابی، اینجا با زدن این دکمه مشابه یابی هنگامی که وارد صفحه میشید، شما اینجاها صفحه‌ای در اختیارتون قرار داده شده که میتونید متنتون رو برای مشابه یابی به سامانه بسپرید. اولا اینکه توجه داشته باشید شما به 2 تا روش کلی میتونید متنتون رو به سامانه بدید. یکی به روش درج مستقیم متن یا اصطلاحاً همون کپی پیست شناخته شده‌ای که معمولاً توی کاربردهای روزمره‌ای که ما داریم خیلی وقتها بعضی از قسمت‌های متنمون رو کپی می‌کنیم از جایی و جای دیگری پیست می‌کنیم. یه شیوه دیگری از بارگذاری اسناد شیوه اصطلاحاً کشیدن و انداختن یا شیوه درگ اند دراپ هستش که من اگر اینجاها در حقیقت دسکتاپم رو کوچک بکنم میتونم یکی از این متن‌های مورد نظر رو بردارم و به شیوه کشیدن و انداختن اینجاها بیاندازم. درست؟ یعنی مثلا فرض بفرمایید این به عنوان یک قسمتی از متن میتونه بیاد اینجا. درست؟ من از صفحه دسکتاپ خودم این رو اصطلاحاً درگ کردم یا کشیدم و اینجا انداختم و فایل به خودی خود اینجاها آپلود خواهد شد. این یک شیوه. توی این تب بارگذاری اسناد، یعنی پس ما در این شیوه میتونیم فایل رو به سامانه تحویل بدیم، در این شیوه میتونیم متن رو به سامانه تحویل بدیم. البته ممکن استش که شما فایل وردتون رو باز بکنید و متنش رو به طور کامل کپی بکنید و اینجا پیست بکنید. البته هم ممکن هستش که شما فایلتون رو به روش کشیدن و انداختن اینجا بیاندازید یا برای انتخاب فایلتون اینجاها کلیک بکنید و در حقیقت بتونید اینجاها از فایل هایی که در درون کامپیوتر خودتون دارید، از فایل های ورد یا فایل های TXT، فایل هایی که با پسوند داک ایکس هستن یا فایل هایی که با پسوند متنی TXT هستن بتونید اینجاها اصطلاحاً فراخوانی بکنید. خب پس این یک شیوه هستش. یک شیوه دیگر هم این هستش که من اون متنی رو که مثلا اونجاها برداشتم، اینجاها اون متنی رو که توی من یک بار دیگه اون متن رو فکر کنم کپی نکردم. مثلا یک متنی رو از یک قسمتی از وب من دارم بر میدارم و اینجا پیستم. خب در ترتیب شما ممکن هستش که اینجاها بعد اون وقت یه عنوان تستی میدید. البته من چون صفحه‌ام رو شیر کردم امکان چیز ندارم، امکان پیست کردن توی این صفحه ندارم، عذرخواهی میکنم. ولی حالا به شیوه بارگذاری سند مثلا فرض بفرمایید یک سندی رو بارگذاری بکنم اینجاها و اینجاها من اون سند رو بارگذاری کردم. درست؟ یا هنگامی که از طریق درج مستقیم یا عنوان تستی یا عنوان دلخواه برای متن در نظر میگیرم و میتونم اینجاها متنم رو به سامانه بسپارم. خب متنم رو اینجا وارد کردم و لذا حالا میخوام بسپارم به سامانه که مشابه یابی بکنه. کاری که سامانه برای ما انجام میده این هستش که اگر خاطر شریفتون باشه این بود که من توضیح دادم که شما میتونید با زدن هر کدوم از این تیک های نقل قول یا شعر یا آیه یا حدیث یا زدن بعضی از اینها از سامانه بخواید که نقل قولها رو توی مشابه یابی براتون شرکت. یعنی شما دارید در حقیقت با زدن این تیک، مثلا با زدن این تیک نقل قول، دارید به سامانه میگید که من خودم نقل قولها رو
دو طرفشون گیومه گذاشتم. یعنی چی؟ یعنی حواسم بوده که دچار سوء رفتار پژوهشی نشم، حواسم بوده دچار اقتباس نشم و لذا از سامانه میخواید بخش‌های درون نقل قول رو توی مشابهت یابی مشارکت نده. یا از سامانه میخواید که شعر رو، طبیعیه کسی نمیاد شعر حافظ رو یا شعر سعدی رو به نام خودش جا بزنه اصطلاحاً، یا همین اتفاق در مورد آیات قرآن یا در مورد احادیث و روایات ممکن هستش بیفته و شما از سامانه بخواید که اون رو استثناء بکنه توی مشابه یابی. یکی دو تا نکته دیگه هم توی این صفحه وجود داره که خدمتتون عرض میکنم. اولا اینکه بعداً تو فهرست اسناد خواهیم رفت. شما بعضی از اسناد رو میتونید اصطلاحاً اینجاها بهشون علامت‌های خاصی و رنگ‌های خاصی نسبت بدید. مثلا من این رو با پرچم زرد رنگ مثلا ممتاز میکنم از بقیه اسنادی که توی فهرست اسنادم دارم و خواهیم رفت و خواهیم دید که فهرست اسناد ما چه وضعیتی داره و در موردش صحبت میکنیم. دوم اینکه به این تذکر عنایت بفرمایید، شما در هر مرحله مشابه یابی، هر بار که میخواید مشابه یابی بکنید، صفحات محدودی میتونید به سامانه بدید، در حدود 200 صفحه. وقتی از صفحه صحبت میکنیم منظورمون 300 کلمه است. یعنی شما در حدود 60,000 کلمه در هر بار مشابه یابی میتونید به سامانه بدید و از سامانه بخواید براتون مشابه یابی بکنه. اگر تعداد کلماتی که وارد کردید بیشتر از این باشه، سامانه با اعلام خطایی از شما خواهد خواست که از متنتون رو حذف کنید، اون رو به 200 صفحه برسونید و بعد دکمه ثبت و مشابه یابی رو بزنید. نکته دیگه این که خیلی از کاربرانی که توی آینور ثبت نام میکنن، در حقیقت اون سامانه مرکزی که آینور، منظورم سامانه مرکزی که همه این پایگاه‌های نور رو به هم وصل میکنه، یعنی صمیم نور رو، نور لایب رو، پژوهیار رو، پاکنویس رو و دیگر سایت ها و پایگاه های مرکز رو به هم وصل میکنه، شما احتمالاً یه پست الکترونیکی در هنگام ثبت نام معرفی کردید به آینور. میتونید از سامانه صمیم نور بخواید که هر وقت نتیجه مشابه یابی تمام شد و کار آماده شد به شما ایمیل بده، چون طبیعتا ممکن هستش که بعضی از اسناد طولانی بشه، طبیعتا ممکن هستش که شما در لحظات پرترافیک صمیم نور مثل روزهای کاری هفته، مثلا حدود ساعت 10 صبح تا 1 بعد از ظهر به صمیم نور مراجعه بفرمایید و ببینید که مشکلاتی وجود داره. خب و لذا میتونید از سایت بخواید که در حقیقت نتیجه مشابه یابی رو به شما گزارش بده. من یک لحظه اون طرف دیدم که کاربر محترمی پرسیدن که گیومه رو شناسایی میکنه یا خیر. عرض میکنم این علامت نقل قول بر مبنای شناسایی تمام انواع گیومه ها، گیومه فارسی، گیومه انگلیسی، علامت کوتیشن، گیومه‌ای که اصطلاحاً درون متن یا درون سطر نمایش داده میشه، گیومه بالا نویس شده، تمام گیومه ها رو پوشش میده و از این بابت مشکلی وجود نداره. خب من سندم رو اینجا بارگذاری کردم، حجم مشخصی داره و مثلا میخوام فایلم رو ارسال بکنم برای مشابه یابی. در این شیوه بارگذاری اسناد یا اون شیوه درگ اند دراپ یا اون شیوهی که فایل رو هم دریافت میکردیم برای اینکه مشابه یابی بکنیم، باز همون ویژگی ها وجود داره. این یک نکته. نکته دوم، اینجا من خدمتتون عرض کردم که شما توی این شیوه درج مستقیم متن عرض کردم که شما میتونید یه متنی رو حد اکثر تا 200 صفحه برای مشابه یابی بفرستید. اما عنایت بفرمایید در شیوه بارگذاری اسناد شما میتونید چند تا متن مختلف رو همزمان برای مشابه یابی بفرستید، مشروط به اینکه البته اون شارژ کافی یا اون اعتبار کافی رو داشته باشید. ولذا من میتونم 2 تا سند رو 3 تا سند رو اینجا در حقیقت بسپرم برای مشابه یابی. درست؟ و اینجاها اینم فایل دومی که مثلا من گذاشتم. درست؟ و به این نحو اینجاها از سامانه بخوام که اونها رو برای من مشابه یابی بکنه. به نحو جداگانه‌ای هم میتونم در مورد هر کدوم از اون فایل ها بخوام که هر کدوم از ویژگی های نقل قول، آیات یا روایات رو از مشابه یابی مستثنا بکنه.
به این ترتیب شما خواهید تونست به خصوص دوستانی که در جلسه حضور دارند و از اصحاب نشریات هستند، از اصحاب حوزه نشر هستند و معمولاً فایل‌های متعددی دارند، این خیلی بهشون کمک میکنه که توی وقتشون صرفه‌جویی بکنند و در حقیقت در زمان کوتاهتری بتونن تعداد اسناد بیشتری رو به سامانه بسپرند و در حقیقت از سامانه پاسخ بگیرن. یه نکته ای رو توی پرانتز عرض بکنم، ربطی به این صفحه نداره ولی ربط به ترافیک کاری داره. دوستانی که از طریق نشریات یا دوستانی که از طریق همایش ها دارن با صمیم نور کار میکنند عنایت بفرمایید. شما در هر حال هر زمان از روز مختار هستید که آثار خودتون رو برای ارزیابی بفرستید به صمیم نور. اما معمولاً توصیه می شود که پایان وقت از جمله ساعتهای کم ترافیکتر هستش. پایان همون وقت اداری مرسوم، یعنی مثلا فرض بفرمایید حدود ساعت 14 به بعد، ساعت 15 به بعد و ابتدای وقت باز حدود ساعت 7 و 8 صبح. احتمال اینکه خب 7 و 8 صبح اگر اسنادتون رو بارگذاری بکنید احتمال اینکه پاسخ زودتری دریافت بکنید زیاده، ولی ساعت‌هایی مثل ساعت 10 صبح، ساعت 11 صبح، ساعت 12 ظهر، زمانی که میخواهید اسنادتون رو به سامانه بسپرید، طبیعتاً اون موقع ایام پرترافیکتر سایت هستش، لحظات پرترافیکتر سایت هستش و سامانه‌ای که 7 صبح ممکن هستش که ظرف مدت زمان 2 دقیقه اون سندی که ممکن هستش که ساعت 7 صبح بسپرید یا ساعت 2 نصف شب بسپرید، ظرف زمان 2 دقیقه براتون مشابه یابی بشه، ساعت 2 ظهر بسپرید، ممکن هستش که این 2 دقیقه گاهی اوقات تا 15 دقیقه، بستگی به حجم سند هم داره البته، طول بکشه. اسناد پایان نامه‌ای که معمولا حجمشون 150 200 صفحه هستش، خب طبیعتا ممکن هستش زمان بیشتری طول بکشه. خب من اینجاها 2 تا سند سپردم، همزمان میخوام 2 تا سند رو به سامانه بسپرم و سامانه مشابه یابی بکنه و همونطوری که دیدید به نحو دلخواه بعضی از این تیک ها رو زدم، بعضی از این تیک ها رو برداشتم، یک کدوم از اینها رو با پرچم قرمز رنگ علامت گذاری میکنم که بعدا توی فهرستان بتونه به نحوی اونها رو جدا بکنم. بعضی از اینها رو با پرچم سبز رو یعنی مثلا در حقیقت کارشناسان نشریات خیلی بحث دسته‌بندی براشون اهمیت داره، کارشناسان همایش ها بحث دسته‌بندی خیلی براشون اهمیت داره. این دسته‌بندی رو ممکن هستش که از طریق نام اسناد پذیرش شده یا از طریق هر کدوم از این پرچم ها یا اصطلاحاً فلگ ها اعمال بکنند و با زدن دکمه ثبت و مشابه یابی من این اسناد رو در حقیقت دارم میسپرم به سامانه که سامانه اونها رو مشابه یابی بکنه. خب همونطوری که ملاحظه میفرمایید اتفاق جالبی افتاد اینجا دوستان. الان ساعت 1:53 است. تقریبا ساعت‌های پرمراجعه سامانه هستش. همونطوری که ملاحظه فرمودید قبل از اینکه این منوی چرخشی اینجا خودش رو نشون بده، قبل از اون ملاحظه کردید که یک صفحه مربع، یک کادر مربعی اینجا نمایش داده شد. یعنی اینکه سامانه چند لحظه‌ای به خاطر ترافیکی که وجود داشت اسناد من رو، این 2 تا سند رو معطل نگه داشت و بعد از اینکه این فلش ها شروع کرد به چرخیدن، معناش این هستش که سامانه شروع کرده به مشابه یابی اسناد من و احتمالاً تا دقایق دیگری پاسخ مشابه یابی رو به من برمیگردونه. همونطوری که ملاحظه میفرمایید این بالا زمان مانده رو، یعنی الان در حال حاضر میگه حدود 1 دقیقه دیگه مونده تا من پاسخ این مشابه یابی رو تحویل بدم به کاربر. سند اول مشابه یابی شد، مشابه یابیش تمام شد، فکر کنم حدود 50-60 ثانیه شد و این سند دوم هم احتمالاً مشابه میشه. خب همونطوری که ملاحظه میفرمایید شما تاریخ ثبت برید. اینجاها زمانی که سند در حال پردازشه زمان مانده مشابه یابی رو توی این کادر سیاه رنگ کنار به شما نشون میده. اما هنگامی که مشابه یابیش تمام شد شما دیگه اینجاها میتونید با زدن روی این دکمه نتایج مشابه یابی رو مشاهده بفرمایید. خب اینها اسنادی هستند که من مثلا در طول زمان توی فهرست اسناد خودم دارم و اونها رو مشابه یابی کردم.
دیدید که بعد از زدن دکمه مشابه یابی من وارد صفحه اسناد شدم، اما هنگامی که توی سایت هم لاگین کرده باشم و تو صفحه اصلی سایت هم باشم، موقعی که وارد سایت شدم و این بالا نام من داره نمایش داده میشه، زیر نام من هنگامی که ماوسم رو روی نام ببرم، زیر نام من کلیدی به نام اسناد من وجود داره که من با زدن روی اون دکمه میتونم وارد صفحه اسناد بشم. و ملاحظه فرمودید اونجایی که ما داشتیم اسناد رو میسپردیم به سامانه، من مثلا برای اینها 2 تا پرچم با رنگ‌های مختلف به منظور دسته‌بندی کاری یا دسته‌بندی اداری که مد نظرم هستش مثلا ایجاد کردم. خب سامانه مشابه یابی کرد. نتیجه مختلفی که من دارم مشابه یابی میکنم با درصدهای مختلفی اینجا توی قسمت سمت چپ فهرست اسناد من داره نمایش داده میشه. خب اینجا همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید این اسناد به رنگ‌های مختلفی نمایش داده میشن. من نمیدونم کیفیت نمایش توی مانیتورهای شما یا احتمالاً عزیزانی که از طریق موبایل دارند با جلسه ما ارتباط برقرار میکنن به چه ترتیب هستش، ولی ملاحظه بفرمایید اینجاها مثلا من یه سند دادم 0% مشابه یابی. اینجا یک سند دارم 0.9% مشابهت، اینجا یک سند دارم حدود 8%، یک سند دارم 40%، یک سند دارم 90% و یک سند دارم 99%، یک سند دارم 16%. هرچه رقم مشابهت افزایش پیدا میکنه به 100% نزدیک میشه، این طیف رنگی هم از سبز کمرنگ به سمت سبز پررنگ به سمت زرد به سمت نارنجی به سمت قرمز و به سمت قرمز تیره میل میکنه. و لذا این سندی که ملاحظه میفرمایید الان 99.99% مشابهت داره با رنگ قرمز نمایش داده شده و این سندی که حدوداً 40% مشابهت داره با رنگ سبز نمایش داده شده. این یک نکته. تاریخ بارگذاری هر کدوم از این اسناد رو ملاحظه می‌فرمایید. حجم صفحات هر کدوم از این اسناد رو ملاحظه می‌فرمایید. صفحات همونطوری که عرض کردم بر مبنای 300 کلمه. نکته دیگر این که شما روی هر کدوم از این اسناد اگر قرار بگیرید میتونید با زدن هر کدوم از این دکمه ها از بعضی از ویژه مطلع بشید. ببینید من اینجا این سندی که الان روش گرفتم و عنوانش هستش اخلاق مثلا، اینجا این سند با قرار گرفتن دکمه آی، یعنی ماوسم رو ببرم روی این دکمه آی، میبینم که تاریخاً چه بوده، مدت زمان مشابه یابیش چقدر طول کشیده و من اون کدام تیک ها رو از میان اون تیک های نقل قول یا تیک اشعار یا تیک آیات و روایاتی که توی صفحه قبل خدمتتون عرض کردم زدم. مثلا تو بعضی از اونها من این تیک ها رو فعال نکردم. اینجا سندی که همین الان با هم فرستادیم به سامانه به نام یونس، ملاحظه می‌فرمایید که من تیک نقل قولش رو زده بودم و همینطور تیک روایات رو هم زده بودم و سامانه خواسته بودم که اونها رو نادیده بگیره توی مشابه یابی. خب این یکی از ویژگی ها. یکی دیگه از ویژگی هایی که اینجا توی فهرست توی اسناد وجود داره، شما به هر دلیل ممکن هستش که بخواید اون فهرست اسنادتون رو خلوت بکنید اینجاها با دکمه‌ای که اینجا وجود داره. نکته دیگه این که همونطوری که خدمتتون عرض کردم سامانه صمیم نور منابع پشتیبانش مدام در حال بروز رسانی است. مدام کاربرانی هستند که میان پایان نامه‌های دفاع شده خودشون رو یا مقالات خودشون رو یا کتاب‌های منتشر شده خودشون رو به صمیم میسپارند که از اقتباس‌های غیر مجاز توسط داوران از اون جلوگیری بشه. ناشرانی که میان کتاب‌هاشون رو به صمیم نور میدن یا دانشگاه‌هایی که پایان‌نامه‌هاشون رو یا مجله‌هایی که مقالات خودشون رو به صمیم نور یا از طریق نور مگذارن در اختیار صمیم نور میگذارن، اینها مدام در حال افزوده شدن هستش و در حال افزایش به فهرست منابع پشتیبان ماست. و لذا این سندی که الان میبینید 40% مشابهت یابی 40% مشابهت براش گزارش شده، با توجه به اینکه حجم منابع پشتیبان سامانه داره افزایش پیدا میکنه، یا این سندی که ملاحظه میفرمایید 7% مشابهت براش گزارش شده، من این رو کی مشابهت یابی کردم؟ 18 مهر سال 98. این سند رو امروز اگر مشابهت یابی بکنم احتمالاً حجم مشابهتش افزایش پیدا میکنه.
احتمالاً ممکنه هستش افزایش پیدا نکرده باشه. منتها اگر سندی باشه که به مرور زمان به مجموعه اسناد پشتیبان صمیم نور افزوده شده، من با زدن دکمه مشابه یابی مجدد اینجاها میتونم اون مشابهت یابی رو بر مبنای اسنادی که امروز توی منابع پشتیبان صمیم نور وجود داره مشابه یابی مجدد بکنم. خب این دکمه رو میزنم. طبیعتا اگر شارژ داشته باشم سامانه به من اجازه میده که مشابه یابی رو انجام بدم. ببینید این همون سندی هستش که من قبلا داده بودم به سایت و مثلا این بار میتونم یه قسمتی رو نادیده بگیرم. این سند سابق من، این سندی که 1 سال پیش مثلا دادم، 1 سال و 2 ماه پیش دادم به صمیم نور و باز دکمه ثبت مشابه یابی رو بزنم و اینجاها برای مشابه یابی بسپرم. همونطوری که ملاحظه فرمودید اگر در جایی اختلالی در نقل قولها وجود داشته باشه، گاهی وقتها بعضی از کاربران گیومه‌ای رو باز میکنند که اون رو نمیبندند، یا گیومه بسته شده ای رو میارند که هیچ وقت باز نشده توی متنشون. سامانه تذکر میده. چرا تذکر میده؟ که اگر من یه زمانی اون تیک نقل قول رو زدم یا تیک شعر رو زدم یا تیک آیات و روایات رو زدم و اون رو جستجو کرد و جزء مشابهت آورد، من به قول معروف اصطلاحاً شاکی نشم از سامانه که من اینجا نقل قول داده بودم. نه خیر، من نقل قولی رو گاهی وقتا به شکل اشتباهی باز میکنم و نمیبندم، یا گاهی اوقات به طور اشتباهی من نقل قولی رو میبندم که هیچ وقت اون رو هیچ کجای مثلا باز نکردم و دیدید که سامانه تذکر میداد. خب این رو هم میسپره به مشابه یابی مجددی که میخواهد برای من این رو انجام بده. خب حالا فرض کنیم اینجاها سامانه سند من رو مشابهت یابی کرده و من میخوام نتیجه مشابه یابی رو ببینم. از این قسمت یه نکته دیگر رو هم عذرخواهی میکنم. قبل از اینکه برم وارد صفحه مشابه یابی بشم عرض کنم این دکمه 4 رو معرفی نکردم. سامانه صمیم نور ممکن استش که شما همیشه بهش دسترسی نداشته باشید، یا نه اعضایی که توی جلسه حضور دارن بعضی از عزیزان ممکن استش که کارشناس نشریه باشند، کارشناس پایان نامه ها باشند، کارشناس واحدهای تحصیلات تکمیلی حوزه یا دانشگاه باشند، کارشناسی باشند که قرار پایان نامه های سطح 3، سطح 4 یا پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری رو ارزیابی بکنه و لذا برای هر کدوم از دانشجویان یا طلابتون احتمالاً یه پروفایل باز کردید. هر کدوم از همایش هاتون یه پروفایل باز کردید یا یه صفحه باز کردید یا یک پوشه دارید اصطلاحاً توی کامپیوترتون. اینجاها میتونید با زدن دکمه دریافت گزارش مشابه یابی این نتیجه مشابه یابی رو برای خودتون ذخیره سازی بکنید و بدون مراجعه به صمیم نور، البته هر وقت خواستید این توی فهرست اسناد صمیم نورتون هست، اما با ذخیره این به شکل PDF میتونید بدون مراجعه به صمیم نور و اصطلاحاً به شکل بیرون خط به اون نتیجه مشابه یابی دسترسی داشته باشید. اینها با زدن این دکمه این پایین ملاحظه می‌فرمایید که فایل به شکل PDF در دانلودهای من ذخیره شد و من با زدن اون PDF میتونم از نتیجه مشابه یابی که انجام شده مثلا آگاه بشم. این اون متنی هستش که من به سایت داده بودم، درسته؟ و این هم ویژگی‌های مشابه یابی اون که در برای من گزارش میکنه و این هم قسمت‌های رنگی شده‌ای که به نحو تفصیلی خدمتتون گزارش خواهم کرد. من این PDF رو میتونم ذخیره سازی بکنم برای خودم و توی پروفایل اساتید، توی پروفایل دانشجویان، توی اون پوشه‌ای که برای هر کدوم از نشریات اختصاص دادم یا هر کدوم از همایش‌ها اختصاص دادم اصطلاحاً اون رو ذخیره سازی بکنم. پس این هم یکی از ویژگی‌هایی هستش. چون ممکن هستش که شما همیشه اینترنت در دسترستون نباشه یا همیشه نخواهید به سایت صمیم نور لاگین بکنید که ببینید اون سند ویژگیش چه بوده، یا نه ممکن هستش که انقدر حجم اسنادتون زیاد باشه که شما نتونید سند مورد نظرتون رو پیدا بکنید. لذا با زدن این دکمه میتونید اون رو دانلود بکنید، ذخیره سازی بکنید و بعداً به هر نحو خواستید بهش مراجعه بکنید. خب میخوام نتیجه مشابه یابی رو به نحو تفصیلی ببینم. هم میتونم روی عنوان سند کلیک بکنم، عنوانی که سمت راست وجود داره، هم میتونم روی این ویژگی رنگی که این سمت چپ وجود داره کلیک بکنم و مراجعه بکنم به سند. یک کدوم از اینها رو من الان انتخاب میکنم و کلیک میکنم. بعد از اینکه من از فهرست اسنادم، پس از فهرست اسناد
با کلیک بر روی عنوان وارد شدیم به اینجا. اینجاها یه سری اطلاعات داره به من میده. این متنی که اینجا ملاحظه می‌فرمایید، بیایید اسمش رو بگذاریم متن مشکوک. خوبه؟ متنی که ما می‌خوایم ارزیابیش بکنیم، اسمش رو می‌ذاریم متن مشکوک. این متنی که ما می‌خوایم ارزیابیش بکنیم یا متنی که در حال ارزیابیش هستیم، اینجاها به من گفته میشه که 90% ممیز 44% اون مشابهت داره و در دیگر منابع یافت شده. اینها همه منابعی هستش که این سند، این داکیومنت، این متن اصطلاحاً از اینها برداشت کرده. این متن سمت راست از این متون سمت چپ برداشت کرده. شما سمت چپ چی میبینید؟ یه سری از متون که بعضی از اونها پایان نامه است. اینجا رو ملاحظه بفرمایید، یه کلاه فارغ التحصیلی اصطلاحاً به عنوان نشانه که اون به کار رفته. بعضی از اینها مقاله است. ملاحظه میفرمایید یه آیکونی ویژگی به عنوان مقاله. اینجا دوباره این سند سوم یک کلاه فارغ التحصیلی، یعنی نشان بده که این پایان نامه است. اینجاها این سند رو ملاحظه بفرمایید، این نشان میده به ما، این ویژگی نشان میده که اینجاها یک سایت از یک صفحه وب بخشی از متنش رو برداشته کاربر. اینجاها یه علامت کتابه. درسته؟ ملاحظه می‌فرمایید که بخشی از متنش رو هم از یک کتاب برداشته. دوباره بخشی از متنش از یک پایان نامه، از یک صفحه وب، از یک پایان نامه، از کتاب، از یک مقاله. 4 دسته منبع اینجاها وجود داره که شما اینجاها میتونید اونها رو تفکیک بکنید. یعنی میتونید از سامانه بخواید که خب نه، من فعلا میخوام فقط مشابهت کتاب‌ها رو ببینم، یا نه من فقط میخوام مشابهتش رو با مقالات ببینم، یا نه فقط میخوام مشابهتش رو با پایان نامه‌ها یا با صفحات وب ببینم. درسته؟ با زدن هر کدوم از اینها شما میتونید مشخص بکنید که از اونجایی که کنار هر کدوم از اینها یه رنگ اختصاصی وجود داره، شما با زدن روی هر کدوم از اینها میتونید مشخص بکنید که اون قسمت رو به شما نمایش بده. این توضیحی که اینجا میبینید این نام اون پایان نامه هستش. الان اینجاها این کاربر این متن حدود 42%، 42.64% از یه پایان نامه‌ای به نام رابطه اخلاق و سیاست با تکیه بر دیدگاه‌های استاد آیت الله مصباح یزدی برداشت شده. یا اینجاها اخلاق سیاسی و سیاست اخلاقی نام یک مقاله‌ای هستش که در حقیقت بخشی از متن از اون برداشت شده. یا اینجاها یه پایان نامه‌ای به نام نسبت اخلاق و سیاست در اندیشه ارسطو. یا یک صفحه وبی توی یکی از سایت ها، مثلا اینجا توی توی ویکی‌پدیا. اینجا ملاحظه می‌فرمایید این علامتی که اینجا ملاحظه می‌فرمایید علامت ویکی‌پدیا است. این علامتی که اینجا ملاحظه می‌فرمایید علامت نورمگزه. یعنی اگر اون سایت یه آیکونی داشته باشه، ضمن اینکه همونطوری که اینجا هم ملاحظه می‌فرمایید این پایگاه‌ها محدود به پایگاه‌های نور نیستش. همونطوری که بیشتر هم تو توضیحات اولیه خدمتتون عرض کردم. الان اینجاها موردی از ویکی‌پدیا برداشت شده، موردی از پایگاه حوزه نت برداشت شده، موردی از پایگاه نورمگز برداشت شده، ممکن هستش موردی از پایگاه نور لایو برداشت شده باشه و اینجا داره نمایش داده میشه. نکته دیگه دوستان، بعضی از اینها توی یه پایگاهی منتشر شده، بعضی از اونها توی هیچ پایگاهی منتشر نشده. طبیعتاً پایان نامه ها رو ما مجاز به انتشارش نیستیم. اینجا ملاحظه می‌فرمایید سمت چپ لینکی براشون وجود نداره. اما بعضی از اینهایی که توی پایگاهی مثل حوزه نت یا توی پایگاهی مثل نورمگز مشاهده می‌فرمایید لینکش هم داده شده. یعنی چی؟ یعنی من میخوام ببینم که آیا واقعا این مقاله‌ای که گزارش میشه 5.16% از مقاله اخلاق مدیریت از دیدگاه اسلام برداشت شده و اینجا سایت داره به من میگه این توی نورمگز وجود داره، آیا وجود داره یا نه؟ من اینجا با زدن روی این لینک میتونم هدایت بشم به صفحه نورمگز، به صفحه این مقاله. ملاحظه می‌فرمایید این صفحه اون مقاله اخلاق مدیریت از دیدگاه اسلام هستش. یا یه بخشی رو از ویکی‌پدیا برداشته بود، اخلاق مدیران. ملاحظه می‌فرمایید اینجا با زدن این لینک من میتونم مراجعه بکنم به دقیقاً همین صفحه توی اون سایت آفتاب یا سایت ویکی‌پدیا، حالا احتمالاً اینجاها عنوانش اشتباه درج شده، و اصل متن رو ببینم.
به هر ترتیب همینطور در مورد پایان نامه ها. حالا در مورد پایان نامه ها این لینک وجود نداره، یا بعضی از کتاب ها هستش، اینجا ملاحظه بفرمایید جلد 1 کتاب سیاست. این یعنی این که ما این کتاب رو توی صمیم نور داریم بر مبناش مشابهت یابی انجام میدیم، ولی این پایگاه مجاز به نمایشش نیستیم و اینجا هم نمایش داده نمیشه. همونطوری که گفتم این متنی که اینجا وجود داره همون متنی هستش که اسمش رو گذاشتیم متن مشکوک، همون متنی هستش که قرار هستش ارزیابیش بکنیم. این هم یک نکته. پس اینجاها لیست اسناد مشابه وجود داره. نکته دیگری که خیلی وقتها کاربران محترم پرسش میکنن، خیلی وقتها دغدغه‌شو دارن، اینه. دوستان محترم عنایت بفرمایید، الان اینجاها این پایان نامه 42%، این مقاله 40%، این پایان نامه 22%، این مقاله 21%. جمع این درصدها چند میشه؟ 42% با 40%، 82% با 22%، 104% با 21%، 125% با حدود 9%، حدوداً 134 136%. و حالا که متن ما اینجا گزارش شده 90%ش مشابهت داره. این یعنی چی؟ این یعنی بخشی از این اسناد خودشون هم با هم همپوشانی دارند. یعنی توجه بفرمایید اگر یه بخشی از این متن توی 2 کتاب پیدا شد، ما این رو دوبار صمیم نور این رو دوبار حجم مشابهش رو گزارش نمیکنه، یک بار گزارش میکنه. نکته دیگر این که همونطوری که ملاحظه میفرمایید اینجاها با رنگ‌های مختلف این اسناد از هم تفکیک شده و هر کدوم از اینها نشان دهنده بخشی از متنه. با زدن روی رنگ زرد اون قسمت هایی که از این پایان نامه برداشت شده بود که حدوداً 40% متن بود برای من تفکیک میشه. با زدن روی این قسمت اون قسمت هایی که از این مقاله که حالا با این رنگ قرمز نمایش داده شده بود اینجا مشخص میشه. با زدن روی قسمت سبز به همین نحو میتونم تیکه این رو بردارم، تیکه این رو هم بردارم، فقط قسمت سبز رنگ بمونه و من ببینم چه قسمتایی رو فقط از این برداشته. میتونم تیکه این رو بردارم، این قسمت آبی رنگ رو ببینم با این قسمتی که از این کتاب برداشت شده. ملاحظه میفرمایید بعضی از جملات و بعضی از عباراتش از این کتاب برداشت شده، یا بعضی از عباراتش از این مقاله برداشت شده، یا بعضی از این عباراتش از این صفحه وبی که مثلا توی پایگاه حوزنت وجود داره مثلا برداشت شده. درسته؟ خب به این ترتیب یا این قسمت رو مثلا از پایگاه نورمکس برداشته بود. به این ترتیب من میتونم با زدن یه تیکم اینجا وجود داره بالای همه این اسناد که با زدن اون میتونم به شکل تجمیعی همه این اسناد رو ببینم و ببینم چه قسمت‌هایی رو از کدوم اسناد برداشته. می‌بینید بعضی از رنگ‌ها روی هم افتاده. این همون نکته‌ای بود که عرض کردم خدمتتون. این متن در حقیقت 90%ش مشابهت داره، ولی خب به نحو جداگانه با یکی 40%، با یکی دیگه 40%، با یکی 22%، با یکی 21% که ما اگر بخوایم به نحو خطی اینها رو با هم دیگه جمع بکنیم از 100% فراتر میره و حالا که فراتر نرفت. و لذا میخوام توجهتون رو جلب بکنم، خیالتون رو راحت بکنم به این که این عدد 90% یک عدد واقعی است، نه یک عددی که اصطلاحاً کورانه و خطی محاسبه شده باشه. خب اینم یک نکته. حالا بیایم یک کدوم از اینها رو انتخاب بکنیم، یک کدوم از این قسمت‌های زرد رنگ رو مثلا انتخاب بکنیم. من میخوام ببینم که دقیقاً این چه قسمت‌هاییش از اون برداشت شده و نه اصلا میخوام ببینم که آیا این قسمت زرد رنگ واقعاً مشابهت داره یا نه. اولا اینکه همونطوری که این بالا ملاحظه می‌فرمایید از این منبع زرد رنگ 5 قسمت مشابه توی این متن وجود داره. این عدد 5 رو ملاحظه می‌فرمایید که توی ماوس وجود داره. 5 قسمت مشابه وجود داره و من در حقیقت دارم اینجاها اون قسمت مشابه می‌بینم. یا میتونید اینجاها با تکیه بر اینها، یا میتونید اینجا با چرخوندن اسکرولتون، یا میتونید اینجاها با زدن هر کدوم از این فلش های کوچکی که ملاحظه میفرمایید بین هر کدوم از این قسمت های زرد رنگ اصطلاحاً جابجا بشید توی متن و اینها رو مطالعه بفرمایید، ملاحظه بفرمایید. اگر رنگ دیگری یا به عبارتی یک کدوم دیگر از اون اسناد رو هم انتخاب بکنم جمعاً شدن چند قسمت؟ شدن 11 قسمت مشابه. میتونم اینجاها
بین پیمایش مختلفی داشته باشم بین بخش‌های مختلف این متن. خب حالا میخوام ببینم که دقیقاً این مشابهت شامل چه چیزهایی هستش. با دوبار کلیک کردن بر روی هر کدوم از این قسمت‌های رنگی، هر کدوم از اینها باشه، با دوبار کلیک کردن بر روی هر کدوم از اینها من میتونم هدایت بشم به یک صفحه دو پنجره‌ای. اینجاها توی این صفحه دو پنجره‌ای که وجود داره دو تا متن میبینیم، یکی سمت راست و یکی سمت چپ. دوستان محترم، این متن سمت راست همون متنی هستش که اسمش رو گذاشتیم متن چی؟ متن مشکوک، یا متنی که میخوایم ارزیابیش بکنیم، یا متنی که به نظرمون رسیده احتمالاً بخشهایی رو از یه متن دیگه برداشته باشه. متن سمت چپ همون پایان نامه‌ای هستش که این متن سمت راست در حقیقت از روی اون برداشته. درست؟ فرقی نمیکنه. این ماجرا در مورد هر کدوم از این اسناد هم ممکنه وجود داشته باشه. دوباره ملاحظه بفرمایید، دوباره به شکل دو پنجره‌ای. اما نکته‌ای که هستش اینه که برگردیم رو همون متن. نکته‌ای که هستش اینه که من خدمتتون عرض کردم ما مجاز نیستیم پایان نامه رو تمام صفحاتش رو نمایش بدیم و لذا همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید این متن سمت چپ که همون متن منبع هستش فقط قسمت هایی که کاربر ازش برداشت کرده به علاوه 7-8-10 کلمه قبلش و 7-8-10 کلمه بعد از اون داره نمایش میشه و نه دیگر قسمت های متن. ملاحظه می‌فرمایید دیگر قسمت‌های متن رو به شکل خطچین نمایش میده تا چه بشود؟ تا خود این تمیم نور خودش عاملی نشه برای اصطلاحاً نشر اطلاعات یا برای اینکه داده ها از طریق اون در اختیار به نحو غیر در اختیار قرار بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه هر کدوم از این دانشگاه‌هایی که دارن پایان نامه‌شون رو در اختیار صمیم نور میگذارن، خب طبیعتاً اونها هم نسبت به حفظ حقوق مالکیت معنوی پدید آورندگان آثارشون حساسن، همینطور ناشران، همینطور صاحبان مقالات و صاحبان نشریات. خب پس من اینجا دارم اون متن رو ارزیابی میکنم. بریم سراغ یکی دیگه از اون متن ها. ملاحظه بفرمایید باز دوباره با دوبار کلیک میتونم قسمت های مشابه از هر کدوم از این متون رو پیدا بکنم و اون رو ببینم که چه ویژگی داره. خب این هم از این نکته. نکته دیگر، لطفاً دوستانی که صفحه رو مدیریت میکنن با اینکه من روی دسکتاپم هستم اگر پیغامی برای بنده داشتن لطفاً به نحو صوتی ابراز بفرمایند. خب نکته دیگر این که من سعی تا چند دقیقه آینده عرایزم رو جمع بکنم و وارد گفتگو با مخاطبان محترم بشیم. به این ترتیب پس من تونستم با دوبار کلیک روی هر کدوم از این قسمت‌های رنگی ببینم دقیقاً چه قسمت‌هایی از این سند با چه قسمت‌هایی از اون متن مشابهت داره و این کار رو در مورد خیلی از اون اسناد من می‌فهمم. باز یک مورد دیگه اینجاها مثلا و باز اینجا همون لینک منبع، اینجاها مشخصات اون منبع، مشخصات این مقاله‌ای که مثلا توی نورمگز وجود داره قابل مشاهده است و همونطور که ملاحظه می‌فرمایید سایر قسمت‌های متن هم دیگه نمایش داده نمیشه. این هم از این نکته. خب امیدوارم که من تمام توضیحاتی که میتونستم بدم داده باشم خدمتتون. اون ویژگی هایی که توی صفحه فهرست اسناد گفتم اینجا هم وجود داره. یعنی اگر بخوام همین متن رو مشابه یابی مجدد بکنم اینجا باز دوباره دکمه‌ای در اختیار من قرار داده شده، یا اگر بخوام همین متن رو دریافت گزارش مشابه یابیش رو داشته باشم باز دوباره دکمه‌ای برای این کار در اختیار قرار گرفته که میتونه به شما راهنمایی بکنه. خب این هم یک نکته. دوستان عزیزی که بخوان از سایت استفاده بکنن، بخوان افزایش اعتبار داشته باشن، دکمه افزایش اعتبار اینجا وجود داره. اینجاها دوباره یه سری از ویژگی ها رو شما توی پروفایل کاربریتون دارید. نکته دیگری که به نظرم میرسه بد نیست خدمتتون عرض کنم این هستش که به زودی قابلیتی در پایگاه صمیم نور قرار خواهد گرفت که در حقیقت صمیم نور گواهی اصالت متن کنه.
یا برای کاربران نشریات، برای کاربران انتشارات مختلف، برای کاربران همایش‌ها این امکان رو ایجاد میکنه که خودشون بتونن مقالهشون رو به صمیم نور بفرستند با هزینه شخصی خودشون و نتیجه اونها برای اون همایش دریافت بشه. یعنی ما صمیم نور متن کاربر دریافت بکنه ولی نتیجه رو بفرسته به اون نشریه، متن از کاربر دریافت کنه نتیجه رو بفرسته به استاد راهنما، متن از کاربر دریافت بکنه نتیجه رو بفرسته به ایمیل همایش، به ایمیل استاد راهنما. پرسیدن که افزایش اعتبار کجا قرار داشت، اینجا توی این نوار بالایی صفحه افزایش اعتبار قرار داشتش. خب اون ویژگی که عرض کردم اسمش هستش گواهی اصالت متن که انشاءالله به زودی در دسترس قرار خواهد گرفت. هم توی نسخه جدید سایت در دسترستون خواهد بود، هم این که اینجاها کنار دکمه مشابه یابی در دسترستون خواهد بود. اینجا رو عرض میکنم به زودی در دسترستون قرار خواهد گرفت کنار دکمه مشابه یابی و میتونید در حقیقت از طریق اون از کاربرانتون بخواید که گواهی اصالت متنشون برای شما فرستاده بشه و لذا شما مدیر یه انتشارات، شما به عنوان سردبیر یه نشریه، شما به عنوان در حقیقت مدیر یک همایش خواهید تونست دیگه متنهای ورودی کاربرانتون رو دریافت بکنید مشابه یابی شده. من بحثم رو جمع میکنم. امیدوارم که تا این قسمت مفید بوده باشه. در خدمت شما هستم برای اینکه اگر تشی هستش بتونیم بهش بپردازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نمیدونم دوستان صدای بنده رو دارن؟ بفرمایید، در خدمت شما هستم. خیلی ممنونم از آقای دکتر مهدی بهنیافر، بسیار جلسه خوب و عالی بود و عزیزان هم تشکر کردم. من سوالات رو سعی میکنم اون دسته از سوالاتی که دیگه به دست من رسیده خدمت آقای دکتر ارائه کنم و در انتها هم انشالله قرعه کشی رو خواهیم داشت بین عزیزانی که شماره موبایلشون رو دادن. آقای دکتر، یکی از دوستان سوال کردن که آیا میتونیم مقالاتی که ارجاع داده میشه توسط صمیم نور به صورت آنلاین مشاهده ببینیم که از کدام مقالات مشابه برداری یا کپی برداری شده؟ بله، احتمالاً این دوست محترم پرسش رو ابتدای پرسیدند. فکر میکنم با این توضیحاتی که عرض کردم پاسخشون داده شده باشه. بله، همونطوری که ملاحظه فرمودید اینجا لیست اسناد من و با کلیک بر روی هر کدوم از این اسنادی که مشابه یابی کردیم هم میتونیم به شکل اجمالی ببینیم که از کدوم اسناد چند درصد برداشت شده، هم میتونیم به شکل تفصیلی با کلیک بر روی هر کدوم از این رنگ ها به شکل تفصیلی هم ببینیم که چه قسمت هایی رو با دوبار کلیک بر روی هر کدوم از این رنگ ها به شکل تفصیلی ببینیم که چه قسمت هایی رو برداشت کرده از اون کدوم نشریات. ستون سمت راست شد متنی که اسمشو گذاشتیم متن مشکوک، ستون سمت چپ اون متن منبعی هستش که کاربر ازش برداشت کرده. بله، در خدمت شما هستم. بله، متشکرم. عزیزی دیگری هم سوال کردن که ما سامانه عظیمی رو داریم برای پشتیبانی جامع و یکپارچه از تبلیغ با همکاری افراد مستعد به امر تبلیغ و مسائل دینی و با سطح فرهیختگی متفاوت آماده می‌کنیم. چگونه میتونیم از همکاری سامانه شما در بارگذاری عمومی همکارانمان بهره بگیریم؟ بارگذاری متن در این سامانه شبیه ویکی‌پدیا هست و به نوعی همکاران ما بیش از 100,000 نفر هستن. یعنی به نحوی میخواستن که مطالب و محتواهاشون در سامانه صمیم هم استفاده بشه. چگونه میتونن؟ بله، عرض کنم خدمتتون که این ماجرا امکان پذیر هستش، بوروکراسی پیچیده‌ای هم نداره. کافی هستش که به ایمیل info@samimenur.ir info ابتدای همون کلمه information به ایمیل info@samimnoor.ir یه پیام بفرستید. انشاءالله ما اون رو یا داده ها رو مستقیما از خودتون دریافت خواهیم کرد که البته ترجیح این هستش که به نحو کامل و جامعی داده ها رو از خودتون دریافت بکنیم و توی منابع پشتیبان صمیم نور در اختیار بگذاریم به این معنا که روش مشابه یابی بشه که اگر احیانا کاربری از اون اقتباس غیر مجازی داشته ما داورش رو بتونیم به این نحو مطلع بکنیم و از این اقتباس غیر مجاز از داده هایی که شما طبیعتاً با زحمت زیادی تهیه کردید جلوگیری بشه.
بله متشکرم. سوال بعدی فرمودن که پایان‌نامه‌های کارشناسی هم آیا مشابه یابی میشن، یعنی به نحوی در همه دانشگاه‌ها یا صمیم نور پایان‌نامه‌هاشون میشه، و اینکه آیا اف رو هم میتونیم بارگذاری کنیم یا خیر؟ خب از این دومی شروع بکنم. فعلا PDF رو خیر، یعنی اینکه ما متون دریافتیمون در قالب TXT با پسوند TXT یا با پسوند DocX هستش و میتونیم اونها رو مشابه یابی بکنیم. اما در مورد پایان نامه ها ببینید بستگی داره به اینکه اون دانشگاهی که شما دارید توش تحصیل میکنید یا دانشگاهی که شما دارید توش فعالیت اداری یا اجرایی زحمت میکشید و انجام میدید، آیا اون دانشگاه از امکانات صمیم نور استفاده میکنه یا نه. من این نکته رو عرض بکنم که صمیم نور امکانات زیادی برای خود دانشگاه ها داره، از جمله اینکه توی گستره IP اینترنتی اون دانشگاه ها در حقیقت شما میتونید از امکانات صمیم نور استفاده بکنید. همانند نورمکس که توی گستره IP اینترنتیش نورمکس همه جا دسترس پذیر هستش، صمیم نور هم دسترس پذیره و البته صمیم نور وب سرور داره که میتونه مستقیم وصل بشه به سامانه های دانشگاهی شما. از سامانه مثل سامانه گلستان یا هر سامانه دیگری که دارید استفاده میکنید، وب سرویس صمیم نور میتونه سرویسش در قالب سامانه های اداری شما هم عرضه بشه و مورد استفاده قرار بگیره. بسیار تشکر. سوال بعدی این که البته در اثنای بحث شما جواب فرمودید که خرید شارژ به چه گونه است و به ازای چقدر کار ما میتونیم شارژ دریافت کنیم. این سوال رو پرسیدن. بله ببینید، خب طبیعتا اون پلن‌های شارژی که وجود داره متفاوت هستش، ولی اینجاها خوبه الان یک بار مراجعه بکنیم. اگر شما بسته کوچکتر خریداری بفرمایید، ظاهراً رقم به ازای هر صفحه هستش از یک بسته 200 صفحه‌ای تا یک بسته 10,000 صفحه‌ای رو از قیمت ظاهراً حدود 21,000 تومان تا 490,000 تومان در دسترس هستش، که البته اون بسته بزرگ 10,000 صفحه‌ای است که طبیعتاً حجم خیلی زیادی است و کاربران همایش‌ها و دانشگاه‌ها معمولاً ازش استفاده می‌کنند. بله ممنونم. سوال آخر هم آقای دکتر فرمودن اگر یک مقاله کنفرانسی باشد با یک نویسنده و مدتی شبیه همان موضوع با گستره بیشتر، مقاله پژوهشی در مجله و با همان نویسنده باشه، باز هم سرقت علمی هست یا صرفاً یه مشاهده ارزیابی اعلام؟ ببینید، پاسخ به این سوال جزئیات خیلی زیادی داره که الان شاید نتونیم وارد اون بشیم و البته این جلسه به امکانات صمیم نور اختصاص داشت، اما خدمت این مخاطب محترممون عرض میکنم که پاسخ به این سوال شما اینجا توی ماژول سرقت علمی یا توی این گوی پایین سمت راست اگر ملاحظه بفرمایید، یکی از مقالاتی که اینجا وجوده این هست: آیا امکان انتشار دوباره مقالات در همایش‌ها و مجلات وجود داره یا نه؟ یعنی مثلا فرض کنید مقاله‌ای که توی همایش منتشر شده شما بدید به یه مجله، یا به عکس مقاله‌ای که توی یه مجله منتشر شده شما بخواید اون رو توی یک مقاله همایشی ارائه بکنید. به نحو علمی همکاران ما اینجاها این رو در حقیقت در موردش صحبت کردن. یه مقاله بسیار کوتاه اما به نظرم بسیار مفید اینجا وجود داره که میتونه به شما کمک بکنه و پاسخ این پرسش رو در اختیارتون بگذاره. خیلی متشکرم از همه عزیزانی که شرکت کردن، از استاد محترم که وقت اختصاص دادن برای این منظور. از همه عزیزان تشکر میکنم. سپاسگزارم از شما، ممنون از این که عرایض بنده رو شنیدید. انشاءالله که مفید بوده باشه و انشاءالله که وقتتون تلف نشده باشه. خیلی متشکرم از شما. من هم شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار همگی.